میزبان کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم خواهد بود. پدیده شوم و پرهیز از معیارهای دوگانه در این زمینه است. تصور عمومی این است که اینها ترور رو از سال 60 شروع کردن. دقیقاً. در حالی که اینطوری نیست. در سالهای قبل از 57 اینا ترور شخصیت می‌کردن. واقعا داستان عجیبی اینها در خراب کردن آدم‌ها داشتن. کارهای عجیبی می‌کردن. به نظر میرسه که در این مقطع باید ببینیم که امریکایی‌ها به چه دلیل دوباره رفتن سراغ اونا. حالا امروز آوردنشون از لیست تروریستا بیرون. پس بعد چه اتفاقی افتاده باشه؟ و هیچ پایگاهی که ندارن، نه در داخل نه در خارج. الان بحث اینه که بعضی از اینا تو سوریه دارن در کنار تروریستای سوریه دارن علیه دولت سوریه کار میکنن، هیچ توانی هم ندارن. یعنی تعداد اینها مثلا در 12 سال پیش حدود 37000 نفر بوده، الان رسیده به زیر 5000 نفر و شاید هم الان داره میرسه به زیر 3000 نفر. همینها توی افغانستان، تو پاکستان در کنار سپاه صحابه دارن علیه شیعه کار میکنن همین الان. به موضوع امشب 2.5 ساعت ایران قربانی تروریسم هست. با حضور آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی و همینطور آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر منصوری سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. من منصوری هستم. خودم یکی از قربانیان تروریستم، به همین خاطر الان خود احساس سردرد میکنم. من آروم صحبت میکنم چون ان شاء الله. آقای دکتر کوشکی شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. بله همونطور که گفتید بنده کوشکی یعنی کوشکی هم هستم، یکی از تروریست‌های قربانی. آقای دکتر منصوری برمیگردیم یه مقدار از ابتدا موضوع رو بررسی می‌کنیم، از همون ابتدای پیروزی انقلاب در واقع 7 تیر 59 و 8 شهریور 60، همون سال 59 و 60 ترورها شروع شد و تمام هم نشده. ما ترورها رو دیدیم در سالهای اخیر علیه دانشمندان هسته‌ایمون در کشورمون اتفاق افتاد و این حملات کماکان ادامه داره. وقتی در طول تاریخ اتفاق میفته و ایران بزرگترین قربانی تروریسم هستش، اولین سوال این هستش که خب چه عواملی موجب استمرار این ترورها شده؟ ببین آقا جون من، اولا که بحث ترورها اصلا از سال 1359 1360 شروع نشده. این ترورها خیلی سابقش طولانی تر از این حرفاست. برمیگرده به قبل از پیدایش هستی. آقا انفجار اولیه یا همون بیگ بنگ کار کی بوده؟ بیگ بنگ کار کی بوده؟ اینا قشنگ کار میکنن. بهترین شخصیت ها و مسئولین نظام تو همون داستان از بین رفتن. این داشته باشینو. خب آقای منصوری شما به زیبایی و شیوایی نقطه شروع ترور رو گفتید. ببینید این نشون میده که ما بزرگترین قربانیان تروریسم هستیم. یعنی چی؟ یعنی هممون با هم قربون تروریسم میریم. الهی که قربونت بشم من آمار رسمی وزارت دادگستری رو اعلام کنم خدمت شما. 12000 نفر در ایران قربانی حملات تروریستی شدن. 220 نفر از اینها شخصیت‌های برجسته انقلابی و مسئولان کشور بودن. تو غلط میکنی همچین آمار میدی، بیجا میکنی. مرتی که جلوم بود 12 میلیارد نفر مسئولین بودن، 220 میلیون نفر مردم عادی. گوش کن اینو، گوش کن صدا تو اونجا. تازه من حوادث طبیعی تروریستی مثل سیل و زلزله و سونامی رو حساب نکردم من اینا رو حساب نکردم. دارم همین الان دارم بهت میگم، من روانم پاکه، میام بلند میشم میذارم سر صورت داغون میکنم. آقای منصوری اینا همه کار خودشونه. تو روزنامه هاشون هم میزنن با تاریخ که چی زلزله اومد تور اختناق پاره شد. حالا واقعیت چیه؟ تور والیبال پاره شده. اینجوری کار میکنن، قشنگ کار میکنن. من پیشنهادم این هستش که آقای دکتر کوشکی بگیم گروهک تروریستی، یعنی در حد یه سازمان هم به دست میاد نمیشناسیمش. به تو چه ربطی داره آخه مرتی که قارپوز؟ اون موقع که تو تیله‌بازی می‌کردی من بمب میترکوندم. بعد تو اومدی من میگی بگم سازمان یه گروهک؟ ها اتفاق یعنی همون داستان؟ اصلا هیچی نگیم. اصلا اینا وایگاهی ندارن. چند نفر مثلا طرفدارشونن ها؟ تو بگو 70 میلیون نفر. این 70 میلیون نفر این در برابر امواج بلند دریای خزر چیه؟ یا در برابر آبشارهای بلند شیرآباد تو گرگان رفتی جای توپیه. مثلا سوالمه چرا ما اصلا به اینا میپردازیم؟ احسنت اصلا چرا مقام عظمای ولایت شب و روز از اونا میناله؟ چرا میناله آخه از اینا؟ اگه پاسخ این سوالو پیدا بکنین، گوش کن، اگه پاسخ این سوالو پیدا بکنین به 113 زنگ بزنین. چرا؟ جایزه میدن. به پاسخ سوال جایزه. من یه نکته‌ای رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که ما در خصوص تروریسم صحبت میکنیم و من خیلی ساده و راحت پرسیدم که خب چه کسانی قربانیان این ترور
بودن در طول این سالهای گذشته. آقای دکتر منصوری که در استودیو حضور دارن، خود آقای دکتر یکی از کسانی هستن که مورد ترور واقع شدن. من ببخشید بدون که از شما اجازه بگیرم گفتم آقای دکتر. از این جهت این رو من نکته رو بیان کردم، برای اینکه میخوام شما خود این حادثه که اتفاق افتاد رو تعریف بکنید و بذارید در کنار صحبت‌های آقای دکتر کوشکی. بله خواهش میکنم. من خودم از اول برنامه منتظر بودم که یه اشاره به این موضوع ترور بنده بشه. اینا از خیلی وقت پیش دنبال من بودن. از وقتی پدرم به دنیا اومد اینا دنبال من بودن. اما پدرم جای منو بهشون نگفت. تا اینکه خودم تصمیم گرفتم به دنیا اومدم. همزمان اینا اومدن برای ترورم که همونجا دم در شلیک کردن، 13 تا گوله خوردن، اصلا 13 تا گوله خوردن. 14می رو من جا خالی دادم. گوله خورد به دکتره، از اون طرف دکتره کمونه که خود به مادرم از ضرب گوله خورد به دیوار ریخت پایین. اجازه بفهم پشت دیوار جلسه مسئولین جمهوری اسلامی بود که دیوار خراب شد، بهترین مسئولین ما اونجا دست رفتن. اینا اینجوری قشنگ کار میکنن.